سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من بنیامین هستم و به چنل من خوش اومدید. این یه مقدمه است صرفا راجع به اینکه توضیح بدم چرا میخوام این سری ویدیوها رو بگیرم. چند تا هدف داره. اولین هدف شخصیه و به خاطر خودم دارم این ویدیو رو میگیرم. چون من آدم کمالگرایی ام و برای شکستن این عادت کمالگرایی بی خودم مجبورم این کار رو بکنم و این چالش رو برای خودم در نظر بگیرم. حالا فایدهش برای شما چیه که میخواین این اگر از این ویدیو استفاده کنید. برای کسایی که نمیتونن روزانه کتاب بخونن، من این چالشی که تعبیه کردم اینه. من یه سری کتابای دیلی بیسیس، کتابایی که روزی یک قانون رو بررسی میکنه براتون میارم و میخونمش. اولین کتابی که حالا انتخاب کردم که بیام بخونمش کتاب قوانین روزانه آقای رابرت گرین هست. یه کتاب به شدت فوق‌العاده، شاید یکی از کتابایی که فوق‌العاده دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. اما یه سری شرایط خاصی داره این کتابا و این ویدیوها. من میخوام این ویدیوها رو به صورت روزانه آپلود کنم، یعنی بهتون میگم امروز فلان تاریخه و من مجبورم که توی اون تاریخ اون ویدیو رو بگیرم، تحت هر شرایطی براتون آپلودش کنم. به خاطر این نمیتونم هر روز ادیت کنم، شاید شرایطش رو نداشته باشم ادیت کنم، اما روزی یک صفحه کتاب براتون میخونم و شما هم روزی یک صفحه کتاب انگار با من گوش میدید. شما اگه فرصت خوندن یک کتاب رو خودتون ندارید، من براتون میخونمش، شما فقط گوش بدید. این ویدیو هم که دارم میگیرم یه ویدیو مقدمه است، یه ویدیو بدون ادیت که ببینید به چه سبکی میخوام برم جلو. من فقط این یک کتاب رو نمیخونم، اینم بهتون بگم، فقط این یک کتاب رو نمیخونم. ممکنه که تو روز 2 تا کتاب، 3 تا کتاب، 2 صفحه، 3 صفحه، 10 صفحه بخونم، ولی این 2 تا 3 تا کتاب رو توی 2 تا 3 تا دسته‌بندی و کاتگوری برای شما آپلود میکنم که شما هم استفاده کنید و مطالعه کنید. گوش بدیدش و با هم بیاین جلو. چرا دارم این کارو میکنم؟ تا هم گفتم اون کمالگرایی خودم از بین بره و همین که شما یه استفاده ای کرده باشید. بیشتر برای خودم یه چالشه. امیدوارم لذت ببرید، امیدوارم دوست داشته باشید. اگه فیدبکی داشتید، خوبیش اینه که اینجا میتونید کامنت بذارید، من باهاتون در ارتباطم و با هم دیگه این مسیر رو بریم جلو. ارادتمند همتون، دوستتون دارم. من یه پیج اینستا دارم به همین آیدی بنیامین گلینی میتونید فالو کنید و یه چنل تلگرام دارم، پیج اینستاگرامش هم دارم بابت مجموعه ایران مایندست که مجموعه توسعه فردیه که از سال 1402 داره فعالیت میکنه و الان نزدیک به 2 سالش هست و 27,000 نفر، نزدیک به 30,000 نفر توی کانال تلگرام اون عضون. امیدوارم که این چالش به درد هممون بخوره. ارادتمند همتون، مرسی که 3 دقیقه و 30 ثانیه با من بودید. ارادت.